خوشمزه ترین دسری که برای یلدا میتونین درست کنین همین روکر اناره که نه تخم مرغ داره نه پنیر. بریم با هم درستش کنیم. یه بسته پودر ژله آلوئه ورا رو با 1 لیوان آب جوش مخلوط کنید و روی بخار کتری بذارید تا ذراتش کاملا حل بشه. قالبتون رو خوب چرب کنید و به صورت مورب روی یه ظرف دیگه قرار بدین. کف قالب 1-2 قاشق از ژله آلوئه وراتون بریزید، بذارید نیم بند بشه و توی این فاصله یه انار رو دون کنین. انارتون که دون شد، ژلتون هم نیم بند شد، از یخچال خارج کنید. کفش خلال پسته دونه انار بریزین و تا بالا این کار رو انجام بدین به همون حالت مورب و رو ژل آلوئه ورا رو بریزید و بذارید تا ببنده. خب بریم سراغ مواد روکرمون. 1.5 لیوان شیر، نصف لیوان شکر و نشاسته ذرت رو مخلوط کنید و روی حرارت هم بزنید تا غلیظ بشه. وقتی به این غلظت رسید، پودر ژلاتینی که بنماری کرده بودیم و وانیل رو بهش اضافه کنید و از حرارت بردارید. حالا نوبت بستنیه. میتونید جای بستنی از خام صبحانه یا خامه قنادی زده شده هم استفاده کنید. بعد بسکویت‌های پتی بورتون رو به تیکه‌های کوچیک‌تر تقسیم کنید و وقتی که موادتون از داغی افتاد بهش اضافه کنین با یه مقدار خلال پسته و میتونین به این ترکیب انار دون شدم اضافه کنین که من اضافه نکردم. وقتی موادتون از داغی افتاد روی ژله بریزید و حداقل اجازه بدید 10 ساعت توی یخچال بمونه. خیلی راحت از قالب جدا میشه.